هم یکی از بخشایی است که اصولاً نشون میده بحث. ببینید آقای احمدی‌نژاد یه سری حرفایی زد که این حرفا باید ثابت میشد. یکیش این که زنان در کشور ما از آزادی مطلق برخوردارن. یک نکته دیگه این بود که ایشون گفتن که ما اصلا همجنسگرا نداریم. یک نکته دیگه این بود که مطبوعات در ایران آزادی مطلق دارن، هر چی دلشون خواست میتونن بنویسن. نکته بعدی این بود که دانشجویان در ایران میتونن هر کاری خواستن بکنن. خب امسال تمام تلاش دولت صرف این شد که همین حرفای آقای احمدی‌نژاد رو اثبات بکنن. یه تعداد دانشجوها رو گرفتن، روزنامه ها رو بستن، خانم ها رو گرفتن، پدرشون رو در آوردن. برای چی؟ برای اینکه آقای احمدی‌نژاد که همینجا حرف نمیزنه رو شکم، حالا رو شکمش حرف نمیزنه که ایشون زحمت میکشه، یه حرفی میزنه، خب بعدم باید پاش وایسن. این مسئله به نظر مسئله مهم نیست در کنار بسیار از مسائلی که در سال 2008 پیش آمده آقای نبوی است.